بعضی از انواع گناه ها اونقدر بزرگه که انجام دهنده گناه با خودش فکر میکنه دیگه راهی ندارم و این دیگه راهی ندارم دقیقاً کار شیطونه. هر چقدر گناه بزرگه، وقتی که رسیدی به جایی که فهمیدی اشتباه کردی، توبه میکنی، برمیگردی از خداوند طلب مغفرت میکنی، راه برای بازگشت وجود داره. اگر باز گناه کردم، باز راه برای برگشت وجود داره و تا برگردی خداوند میبخشه، ولی باید واقعا برگردی، ولی باید توبت صادقانه باشه. اگر صادقانه بود، اگر خواستی برگردی، تصمیم گرفتی دیگه انجامش ندی، برگشتی به سمت خداوند و گفتی من اشتباه کردم خدای ببخش، مطمئن باش بخشیده میشی. هر چند اگر باز تکرار کردی و باز برگشتی و باز تکرار کردی و باز دوباره توبه کردی و برگشتی، باز هم خداوند میبخشتت. این دوره تسلسل انقدر ادامه پیدا میکنه تا از دست از گناه بکشی یا از توبه کردن خسته بشی، ولی پروردگار متعال از بخشیدن خسته نمیشه. این اصل حدیث رسول الله علیه الصلوة و السلام.